این برگر شما از ایشون امضا گرفتید؟ بله. رو چه حساب؟ قوانین شرکت. شرکت شما کجاست؟ میرداماد. نه تو کدوم کشوره؟ 100% خب ایرانی که الان ما اینجا. زیر نظر قوانین کدوم کشور اداره میشه؟ ایران. خیلی خوب. کجای این قانون به شما اجازه میده همچین برگه‌ای از مردم امضا بگیری؟ من 15 ساله دارم با این قانون کار میکنم تا الان به مشکل بر نخوردم. خوب اشتباه کردی. شما اگه 15 سال پیشم اومده بودی پیش من، این نامری میآوردی اینجا نشون میدادی، من برای چیکار میکردم؟ پارش میکردم. دست شما درد. خواهش میکنم. ممنون. خیلی اشتباه کردی. طبق قانون وزارت کار این کار شما تخلفه. شما به ایشون مرخصی دادی برای دوره زایمانش، درسته؟ این حق طبیعی ایشون بوده. اینکه شما یه نفر رو بیاری جایگزین ایشون بکنی بعد ایشون رو اخراج بکنی تخلفه. شما به عنوان کارفرما موظفی که به ایشون 9 ماه مرخصی بدی. الان باید تمام حق و حقوقش بهش پرداخت بکنی. مشکلی ندارم. تموم شد.